سیر علمی شاگردان وفاق به موزیم ملی افغانستان. سیر علمی یکی از مؤثرترین شیوه‌های یادگیری است، زیرا یادگیری مبتنی بر مشاهده و تجربه ماندگاری بیشتری در ذهن دانش آموزان دارد. موزیم ملی افغانستان با بیش از یک قرن پیشینه گنجینه ارزشمند از تاریخ، هویت و میراث نیاکان این سرزمین است که آثار برجسته دوره‌های مختلف تاریخی را در خود جای داده است. بازدید از چنین مکان مهم تاریخی فرصتی فراهم می‌سازد تا شاگردان آنچه را در کتاب‌های درسی می‌آموزند به صورت عینی و عملی مشاهده کرده و درک عمیق‌تری از تاریخ و فرهنگ کشور خویش به دست آورند. به همین منظور شاگردان مکتب وفاق از موزیم ملی افغانستان بازدید کردند. این سیر علمی در فضای آموزشی منظم و هدفمند برگزار گردید. شاگردان ساعت 8:30 صبح از مکتب حرکت کردند و پس از رسیدن به موزیم نماز ضحی را ادا نمودند. پس از ادای نماز بازدید آغاز گردید. در این برنامه شاگردان دوره‌های ابتداییه و متوسطه در دو گروه مستقل از بخش‌های مختلف موزیم بازدید کردند. و راهنمای موزیم آثار و پیشینه تاریخی آنها را برای شاگردان معرفی و تشریح نمودند. این سیر علمی با نظم و برنامه‌ریزی مناسب برگزار گردید و یک تجربه ارزشمند، آموزنده و ماندگار برای شاگردان رقم زد. تجربه‌ای که آموزش را از محدوده کتاب فراتر برد و آن را به مشاهده و درک عملی پیوند داد. وفاق، رشد همه‌جانبه انسان.